سلام همراهان گرامی، با یه پست دیگه خدمتتون هستم در رابطه با اطلاعات مفیدی در رابطه با این کافی میکرها. ببینید کافی میکرها دستگاهی هستن که طراحی شدن برای شرایط استاندارد و توی بهترین شرایط بعد از یه تعدادی کاپ که ازشون بگیرید باید حتما مسیر قهوه و آبشون سرویس بشن. در رابطه با این کافی میکرهای تو کار بوش یه قرصایی هست به نام کالکوکیلین که این قرص کلینش هست که هر دفعه 2 تا باید توی قسمت قهوه بریزید و یه قرصی هست کالک که باز کالکه رو 2 تا توی این تانک آبش میریزید و میذارید خودش برنامه کالکوکیلین رو انجام بده که اگه یه موقع در رابطه با این کالکوکیلین سوالی چیزی بود میتونید به شماره‌های زیر پست تماس بگیرید یا اینکه زنگ بزنید، ما خدمتتون هستیم. و در رابطه با این جایی که سختی آبتون بالا هست میتونید از فیلترهای مخصوص آبم استفاده کنید. یه موضوع دیگه که به ذهنم رسید گفتم با شما به اشتراک بذارم این هست که توی این کافی میکرها اگه از شیر کمچرب استفاده کنید و قهوه کمچرب استفاده کنید عمر مفید دستگاهتون بالا میره. ممنونم از توجهتون. اگه اطلاعاتتون افزوده شد و این پست به کارتون اومد لطفاً لایک کنید، ما رو به دوستان معرفی کنید.